آغاز یک هفته نو رو به همه شما بینندگان عزیز شاد باش میگویم. امروز 30 مارت و ساعت به وقت پراگ هفته است. حالا فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. برای اون که روزتون رو با رادیو آزادی شروع میکنید البته منت داریم و حالا توجه نمایید به خبرها. از یک اعلان شروع میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هشدار می‌دهد که روزهای نزدیک هوا در کشور تغییر یابنده و پربارش می‌شود. در بیشترین قسمت‌ها آمدنی سیل، بالا رفتن سطح آبی رودخانه‌ها و ریزش سنگ در راه‌های کوهی از احتمال دور نیست. در همین ارتباط کمیته از ساکنان خواسته است که قبل از وقت جویبارها و کانال‌های نزدیکی خود را از هر گونه سنگ و چوب و لای تازه کنند تا آب باران‌های شدید به خانه و حوله و زمین‌هایشان ضرر نرساند. با مقصد پیشگیری از حالت‌های ناخوش در راه‌های ماشین و بخصوص راه‌های کوهی و عقبه ها، کمیته از رانندگانی که ماشین‌های 36 دارند خواهش می‌کند حرکت‌های شبانه را محدود کنند. همه قاعده‌های حرکت در راه‌ها را رعایت نمایند، بخصوص در روزهای بارانی سرعت حرکت را بالا نبرند و فاصله بین ماشین‌ها را جدا رعایت نمایند. در همین حال گروهی از تاجران ماشین از تاجیکستان میگویند تقریبا 2 هفته است که در مرز روسیه و قزاقستان با ماشین‌هایشان درماندند و نمیدانند چیکار کنند. شریف جان قیوموف، یکی از این تاجران و ساکن شهر خوجند، روز 29 مارت به رادیو آزادی گفت که آنها تقریبا 30 نفرند و از 18 مارت در گذرگاه سگرچین در مرز روسیه و قزاقستان منتظرند که با آنها اجازه بدهند تا به سمت تاجیکستان حرکت نمایند. ولی وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 27 مارت با نشر یک بیانیه رسمی گفت بهر واکنش سری وقتی به مراجعت‌های شهروندان در رابطه با جاری گردیدن محدودیت‌ها در کشورهای مختلف جهان بر اثر کرونا ویروس نو در نمایندگی‌های دیپلماتیک و مؤسسه‌های کنسولی تاجیکستان در خارج تلفن‌های شبانه روزی فعال می‌باشند. حکومت قزاقستان با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در قلمروش مرزهایش را بسته است و تاجران تاجیک در وضع مشکلی افتادند. شریف جان قیوموف گفت همه تاجران ماشین‌ها را از لیتوا و آلمان خریده قصد داشتند برای فروش به تاجیکستان برند که به این حال گرفتار شدند. بعد سرایت کرونا ویروس در کشورهای گوناگون صدها نفر شهروندان تاجیکستان در گوشه‌های مختلف جهان بخصوص در روسیه درماندند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با هدف پیشگیری و نظارت سرایت کرونا ویروس تلفن باوری فعال کرده است. طبق اطلاع این وزارت این تلفن تحت رقم 511 24 ساعت فعال می باشد. این وزارت خانه میگوید که ساکنان می توانند به این شماره در تماس شده به سوالهای خود پاسخ دریافت کنند. مقامات تاجیک گفتند که تا امروز در کشور گرفتار شوی به کرونا ویروس آشکار نشده است و به این خاطر ضرورت اعلان وضع فوق‌العاده نیست. برنامه پیشگیری از ویروس نوی کرونا و واکنش احتمالی در صورت پیدا شدن بیماری را تهیه کرده برای عملی نمودن آن از سازمان‌های مالی جهانی کمک خواستند. این در حالی است که در کشورهای همسایه تاجیکستان موردهای گرفتاری ساکنان با کرونا ویروس آشکار شده، در برخی از این کشورها وضع فوق‌العاده و کرانتین اعلان گردیده است. با دستور حکومت روسیه سر 30 مارت روسیه عبور و مرور مرز این کشور را محدود کرد. رفت و آمد در گذرگاه‌های نقلیاتی، روی آهن، پیاده‌گرد و آبی محدود می شود. در عین زمان حکومت تاکید کرده است که انتقال مال بدون محدودیت ادامه خواهد کرد. همچنین شروع از امروز با هدف متوقف نمودن توسعه کرونا ویروس، حکومت مسکو رفت و آمد ساکنان پایتخت روسیه را محدودتر می‌کنند. میر شهر مسکو سرگئی سبیانین میگوید ساکنان پایتخت در دوره کرانتین حق دارند که تنها برای خریدن غذا و دارو در فروشگاه‌های نزدیکترین، معاینه طبی، بیرون برآوردن سگشان و پرتافتن اخلات از خانه بیرون شوند. بر علاوه آنهایی که حق کار دارند برای آنها گذرنامه‌های مخصوص تهیه می‌شوند. در روسیه 1,500 حادثه سرایت کرونا ویروس تصدیق شده، 8 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات مسکو فروشگاه‌های مرکزی، آشخانه‌ها و پارک‌های بزرگ را سر از 28 مارت بستند. ضمناً بخش بزرگ مهاجران تاجیک محض در شهر و ولایت مسکو کار می‌کنند و امیدواریم که این طلبات را اجرا نموده خود را با مشکل علاوه‌ای گرفتار نمی‌کنند. دونالد ترامپ دستور حکومت فدرالی در رابطه با جلوگیری از کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 را تا آخر ماه اپریل تمدید کرد. این دستور در حالی داده شده است که شماره قربانی ها از کووید 19 در سراسر جهان به 34,000 نفر برابر شده است. در خود امریکا بیش از 140,000 نفر گرفتار بیماری کووید 19 بوده، شماره قربانی ها به 2,500 نفر برابر گردیده است. دیروز سرطبیب بیماری های سرایتی حکومت ایالات متحده آمریکا هشدار داد که شماره قربانی ها از کرونا ویروس در آمریکا می تواند به 200,000 نفر برسد.
در ازبکستان همسایه تاجیکستان روز 29 مارت 11 حادثه نوی سیریت کرونا ویروس تصدیق شده. شماره عمومی بیماران کووید 19 به 144 نفر برابر گردیده است. اولین حادثه سیریت کرونا ویروس در ازبکستان 15 مارت تصدیق شده بود. همان روز مقامات در مکتب ها و کودکستان ها کرانتین جاری نموده جمعیت ها و رفت آمد نقلیات مسافربر را محدود کرد. طالبان در افغانستان قرارگاه نویه یومگون یکی از نویه‌های ولایت بدخشان هممرز با تاجیکستان را اشغال کردند. از این پیشتر در روز 28 مارت ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان گفت جنگ در داخل نویه ادامه دارد و ممکن است طالبان مرکز نویه را بگیرند. به گفته مصاحبه رادیو آزادی طالبان 30 سرباز ارتش ملی را به اسارت گرفتند و سرنوشت آنها معلوم نیست. اما جنگجویان طالب نه تنها این نویه نزدیک به تاجیکستان را اشغال کردند بلکه حمله و عملیات را در دیگر منطقه‌های بدخشان افزایش دادند. یومگون تقریباً 70 کیلومتر دور از سرحد تاجیکستان است ولی کارشناسان میگویند با اشغال این ناحیه طالبان ممکن است به سمت وردوج حرکت کنند که به سرحد تاجیکستان نزدیکتر میباشد. تصرف یومگون و دیگر مناطق جرم بعد از آن صورت میگیرد که طالبان گفتند با هیئت مذاکراتی که حکومت افغانستان معرفی کرد گفتگو نخواهند کرد. حکومت روز 26 مارت هیئت 21 نفره مذاکره کننده با طالبان را معرفی نمود که رهبری آن را معصوم ستونیکزی رئیس سابق ریاست امنیت ملی افغانستان بر عهده دارد. بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. هفته جاری یعنی 1 اپریل دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان شروع می شود. آغاز موسم نو در حال است که دوستان کل تاجیکستان در گزارش نو خود به مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان درباره قانون شکنی هنگام دعوت در موسم‌های دعوتی سال گذشته حساب داده است. به قول یوسف رحمان نظارت رعایت دقیق و اجرای قانون در دعوت بهاری و تیرمایی سال 2019 شهروندان به خدمت حربی نشان داد که مسئولین کمیسی‌های دعوت و کمیسیون‌های حربی یکجا با دیگر مقامات وکالتدار با مقصد پیش از مهلت اجرا کردن نقشه دعوت به قانون ویرانکنی جدی راه داده به احاطه‌گیری یعنی ابله و دست زده ساکنان دیگر شهر و نویه‌ها حتی بیماران را غیر قانونی بازداشت و به خدمت حربی سفربر کردند. در نتیجه 354 نفر به جوابگری انتظامی، مادی و ماموری کشیده شدند. غیر از این 52 پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. پروکوروران در ساختارهای حربی 501 جنایت آشکار نمودند که 134 عدد آن جنایت‌های کرپسیونی یعنی مربوط به دادن و گرفتن پول میباشد. در سال گذشته 27 حادثه مرگ سربازان به قید گرفته شده است، از جمله در نتیجه آدمکشی 2 نفر، هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی 8، با سبب بیماری 5 خودکشی، 9 در نتیجه ویرانکنی قاعده‌های مناسبت با سلاح 2 و حادثه‌های ناخوش 1 نفر به هلاکت رسیدند. و بینندگان عزیز اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز به شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 10 تومان و 20 درم است. 1 یورو کمی بیش از 11 تومان ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 128 تومان و 80 درم تعیین کرده است که در کیوسک با آخر هفته گذشته همگی 30 درم بیشتر می باشد. این چند خبری تازه بود که خواستم در این صبح بر وقت برای شما بگویم. بینندگان عزیز و در دوام روز ما خبرهای زیاد داریم که حتما پیشنهاد شما خواهیم کرد و امیدواریم ما را همراه خواهید بود. با امید روز خوب و خبرهای خوب شما را در پناه خدا میسپاریم. روزتان بخیر.